در برخی از مناطق تاجیکستان چند روز این جانب محدودیت انتقال برق آغاز شده است. شرکت برق تاجیک رسما جاری شدن محدودیت انتقال برق را اعتراف نکرده، تنها گفته است مجبور است در روزهای مساعد برق را صرفه کند. ساکنان پایتخت از نبودن برق در خانه‌هایشان خبر دادند. میگویند ساعت‌ها به برق ماندند. یکی از ساکنان شهر پنجکن به ما خبر داد که قریب یک هفته این جانب در دهه‌ها از ساعت 10 شب تا 4 صبح برق خاموش میشد، ولی این وضعیت بدتر شد و بهتر نه. حالا باشد از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه ما به برق زندگی میکنیم. وضعیت در اکثر ناحیه‌ها ولایت سوخت و ختلان و اینچنین در انتقال برق نه تنها برای اهالی بلکه در نقطه‌های سودا و کارخانه‌های خرد نیز قطع شده است. اظهار نگرانیش از آن است که مقامات بدون آگاهی انتقال برق را از خانه و کارخانه‌های مردم قطع می‌کنند. شرکت برق تاجیک 28 سپتامبر در اظهارات گفت آبانبار نارک تا نقطه نهایی از آب پر شده است، ولی حجم واقعی ریزش آب در مقایسه با سال گذشته از حساب میانه سالانه کم است. تاجیکستان از زمان کسب استقلال تا این زمان در فصل سرما انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم در ساعت‌های معین قطع می‌کند.